بغلطید کو والله قسم شما همه پشت زندان بدونه داخلمون ما هم گپ زدیم فهمیدی خیلی گپ نگید ما شما را چیکار میکنیم شما یک زندان کنید نفهمیدم ما چوکده ما رو میبرید زندانی میدی شما ویروسی جامعه اید ویروس های جامعه را میدونی ویروس میدونی میکروب آخه همین شما همین ویروس میکروب شما در نمون در همین دولت دموکراتی ته همچون یک ویروسی همچون یک میکروبی برای ته آنتی ویروس زدن در کنای آنتی ویروسی ته درون پنجره فهمیدی؟ شما خبیثا دیگه یکون رایگه نداره همین خودت مادرای شما را من بگو فهمیدی؟ حرامه بعد فاسقی بدبخت آن همین خودت بس قرار تو فاسقی بدبخت در دین شما دارم با خفه نشویه برا یک انسانی که تو کافرش میگوی اگه فاسق چی معنی که با که دباوی چی میکنی نگاه که من تو را میگم که تو سواد نداری با میگم کافری با سواد هست تو نه مدنیت داری مبارز تو و اقبال و اکای تو کو اکتا دودتا کروشمیو والله قسم نه مدنیت داری نه فراست داری فهمیدی نه فهم داری مال تماش تو شما کافری هم میگه الله متعال از شما همین قدر عزت گرفته که شما خر گشتگی مثل ادر شما خبیثا دیگه یکون رایگه نداره منم میبری محکمه این بچه همین خوابوزات پاستنه گفته همین چی بعدی نشید و کونت گپ بزنید 10 بار شدیم که خوابوزات بودیم خوابوزات پاستن بخط یواز داد زدیستم 7 باشید تلیفونم میکشم گران میکنم نه این چی آخی 7 باشید تلیفونم میکشم گران میکنم آخی همون که بچه پاپیرم شد همون جای میکروفون موندگی خوابوزا را محکم که گیره شد مبارید بعضی آدمایی که تو من میبری در شدکه میزنی محکم میکنی آدمایی که نمی شما رو کنم این پادشانکوی نمی نیوتی که کچ کنیم مرغوی نمی پادشانکوی نمی شما رو همه تونم مو میبری محکم میکنیم انشاءالله آخی این خمردم تاجستان همش سلام علیکم براتون چی حالت نمیگیری؟ الله هم میخواه علیکم السلام و رحمت الله یارا تو چا میکنی؟ من ای برای که مشکمی اوضاع تو اصلا نمیفهم تو چی کتی سایف دینگوی خوبیم گبزه چیرم داری خونه دباری ما شدمون حالی چی خیلی شما نمیبینا خدا را شکر خوبیم الحمدلله تیز گبزه چی کده این اگه دوری نزنم دیگه ورچکا پرای سر دا ببغاو نه بمنگی ندارم تیز گبزه بس کو یا منوت موی که هش یا منوت بیا امی بدبخت ما تو سواب تیم تلفن وایرون شد با برام مباریز انا نه اوضاع جمعه خوب شدن گبزه بعدی آدمایی که همه اسلام میگن مقصد فراموش کردگیان یا اینکه مقصد خطا کردگیان قفای شما رفته استن این آدما رو با چا میکنی تو یورا میبری ترما میکنی ادمولا آخه همین آدمایی که یادی پشتی تن اینا فکر کردن که تو اسلام گپ میزنی نه اینکه دموکراتیا فهمیدی اینا اگر بفهمن که تو دموکرات گفته استی بعد اینا ای تو رو میگردونن فهمیدی بعد اینا رو همین طرفدارای خودت که از یعنی طرفدار خودن اینا رو میبری بعد ترما میکنی وقتی ولاستا گرفتی نه شما نه این تندرو را کو تندروی که بانومی موحد میگه ختونه در حالی که سوالی من گوش کته پات دیونای ته خیو خطا با دیوناگی دختای نگاه که 8 زبان میدونیم نکتا اینجا با دیوناگی میدونی وقتی سوال تو قرید میتیم همین انسانایی که جاهلن از پشت تو میروند
خود نسبت به مسلمانان، نسبت به اسلام و نسبت به قانون الله تو دادگی عقیده خطا همینو ای پشتی تو رفتستان یک همینو بفهمن تو دموکراتی اسلامی نیستی، تو یک دموکراتی همینو بفهمن ای تو رو بگردونن. در این حالت که ای تو رو میگردن تو دولت گرفتگی، در این حالت تو اونا رو چا میکنی بعد؟ او را نمیبرم محکم میکنم و طرفداری کنم دیاری هم دولت گرفتی ایو کار ندارم. وقتی که حکومت دست ما اومد همین گبزه شد و میبرم محکم میکنم. روت حکومت که خیلی خوارج میشه یک عبدالله وقتی که تو اومدی پروتی فیمال خیستی کو بگوی نبیمت را میبرم چه پرازیت ما میمونم. آخی بدبخت آز اگر تو پروت فی امام تپک پروت فی اتای شیخ خستگی اگر تر قلب تا میکنه یا اتای شیخ کی؟ اتای شیخ زن تا بگم، مادر تا بگم، خواهر تا بگم، اپا تا بگم، افا تا بگم. حیوانات هم شریعت و قانون الله را رد نمیکنن، اما حیوانات هم در جنگل خود مطابق قانونی که خلق شده اما خلقت خود در نظر میگیره، لکن این مردم اما قانون نقص میکنن. اگر کسی بگوید من دموکرات هستم و قانون آسمانی را قبول ندارم، کتاب آسمانی را قبول ندارم، قانون الله، شریعت الله کتاب الله هست، کسی بگوید من را قبول ندارم به عوض از این قانون میخوایم قانون در زمین جور شود، الله متعال این کافر بیان کرده. و کسایی که میگه ما معیار مطلق نداریم، ما اخلاق قرآن قبول نداریم، اخلاق سنت قبول نداریم، حجاب کی کشیده، ریشه کی کشیده، نظام اسلام کی کشیده، شریعت اسلامی را کی کشیده، دولت اسلامی را کی کشیده، خلافت اسلامی را کی کشیده، اینا کسانی که این گپا را میزنن و رد میکنن شریعت الله را، اینا کافر میشن.